بله. حالا استاد وقت داریم انشاءالله در این صحبت از آنلاینی در فیسبوک هم ما گذاشتیم، سوال ها هم زیاد شده است. سلامت باشه. حالا چون خیلی دیر شروع کردیم منظورم که اعلان وقت کم هم اگه 2-3 ساعت پیش به فکر مونده، ولی انشاءالله که دیگر توکل به خدا بفرمایید. بله. این در فیسبوک هم گذاشتیم، مردم از طریق ویدیو در یوتیوب می روند. که هم من کمی مشغول می شوم برای که آنلاینی مردم سوال داده ایستادن، منم آنلاینی نگاه میکنم و سوال هم میدیم و بعضی سوال ها را که خودم و بعضی دیگر را آماده کردم در از ما هست، از اونا هم سوال میدیم و از این طریق آنلاین هم انشاءالله که خیلی خوب بفرمایید. در خدمت هست. خیلی. حالا ما راستی دو دقیقه دیگر داریم برای شروع رسمی. خب به نام خداوند مهربان، هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، خواهران برادران گرامی، امیدوارم که صحتمند و سالم هستید و از درگاه خداوند حال دارم که خواهند همه شما شریکت و حالا امروز صدای خود روشن نیست، حالا نمیدونم شاید بینندگان خوب بشنوند، ولی برای من کمتر صدا روشن نیست. حال چسبیده است. ما همراه مهمان امروز ما استاد محیدین کبیری، رهبر پیمان ملی تاجیکستان و همزمان رئیس حزب اسلامی تاجیکستان هستند. خوش آمدید استاد. حالا برنامه ما هستند استاد، چند سوالی هست که از دو هم اینجا سوالی در پیش من هست و سوال‌هایی که برادران و دوستان و کاربران فیسبوک داده ایستادن، یعنی آنلاین هر دو سوالا رو جمع کرده انشاءالله که به شما میدهیم و امیدواریم که بینندگان ما از این صحبت آنلاینی ما استفاده برند. حالا یکی از کاربران در فیسبوک در مورد وضعیت حمزه جان نبیره پرسیده است و نوشته است: با واسطه اینترنت عکس از جای کسلی و رمیده حمزه رو با همسری 66 ساله هم دیدیم. بیبی نبیرگانم از وحشت دهشت به سکته دل گرفتار شد. همون عکسایی که مانده بودند درباره حمزه جان. تو هنوز صدای سابق جانشین وزیر تندرستی سیده عمر را صدا می‌دهد و کجا می‌بریدش؟ اشاره به حمزه جان. توبت نشونده است، بیماری سرطانی درجه 4 دارد. از استاد محیدین کبیری التماس همین که از وضع امروزه حمزه جان کمی اطلاع می‌دادند با اهل خانواده هم دعا می‌کشند. حالا وضعیت حمزه جان چطور است؟ وضعیت سلامت؟ سلامت باشید. به نام خداوند بخشنده و مهربان. من حالا بدون مقدمه شروع کردیم دیگه از سوال‌ها، ولی پیش از آن می‌خواستم هم به شما تشکر بگم و هم به بینندگان، و این یک کار بسیار خوب است که ما کم بتوانیم در پلتفرم‌های گوناگون، در شبکه‌های گوناگون و سوال‌های مردم جواب بگیریم. و حالا از حمزه اگر شروع شد، خدا را شکر که سلامتی حمزه خوب است و به مکتب رفته ایستاده است. البته با زبان آلمانی خوب هم، یعنی روان هم که نباشد، خیلی فهما صحبت میکند. در یک صنفی مخصوص خوانده ایستاده است برای آنکه اون تبابت‌ها بخصوص اون داروهای شیمیایی که برای سرطان گرفته بود، اون یک کمی تاثیر خود را رساندن و شنواییش یک کمی پایین رفته است و
بنابر همین در یک مکتب مخصوص درس میخواند و مقامات آلمان تمام شرایط را برای آماده کردن. هر صبح ماشین مخصوص میاد از منزل او را به مکتب میبرد و باز بیگاه با همون ماشین او را تا نزد خانه میارند و در یک فضا و محیط خوب با پدر و مادر و خواهرانش زندگی دارد. البته من تشکر میگم به ملت عزیز، به مردم که هنوز هم در فکر حمزه هستند، چون واقعا قضیه حمزه قضیه تنها یک نبیره کبیری نبود، بلکه قضیه انسانی بود و صدها هزار شاید میلیون ها آدمان هنوز هم پیگیری میکنن که تقدیر حمزه چی شده است. زیرا وقتی که حکومت حمزه را اجازه نداد به بیرون برآید و گفت که باید در همینجا بمیرد، چون الکی میمیرد و هیچ ضرورت برای خارج رفتنش نیست، اون را به خاطر این طفل را به خاطر من به خاطر بابایش میخواستند جزا بدهند و آماده بودند که یک طفل در همون داخل به هلاکت برسد. ولی خداوند خودش لطف کرد، مردم عزیز در پهلوی ما ایستادند و از تمام جهان عدالت خواهان صدا بلند کردند و بالاخره حکومت مجبور شد که برخلاف آن که گفت که این باید در همینجا بمیرد، در لحظه های آخر او را اجازه داد که به خارج بیاد و الحمدلله که هم طبیبان ترک یک ماه بیشتر خیلی طبابت خوب کردند و بعدا در مقامات لیتوا خیلی کمک کردند که یک مدت در لیتوا ایستاد و حالا طبابت های لازم را در آلمان گرفته ایستاده است. طبق آخرین خبرهایی که دکتران با ما گفتند، دیگر در بدن حمزه نشانه های از اون کسلی سرطان باقی نمونده است، اما همونطور که گفتم یک کمی شنواییش ضرر دید که انشاءالله این دیگر حل شونده است. حالا با دستگاه خوب میشنود و خدا را شکر میگیم که صحت سالم است، به مکتب رفته ایستاده است و تشکر میگم به ملت که هنوز هم پیگیری میکنن. خدا را شکر. بنا سیمی یک نفر سوال داده است که محیدین کبیری کیست؟ منظور سوال را نفهمیدم، یعنی اگر در چند جمله بگویید محیدین کبیری کیست؟ محیدین کبیری کیست؟ محیدین کبیری یک تاجیک مسلمان یا یک مسلمانی تاجیک، یک شهروند تاجیکستان هست و حالا چند سال در پارلمان کار کردم، در وطن بودم، 5 سال است که در خارجم. اگر با چند جمله بگیم این است. حالا سوال همین قدر کوتاه است یا همین قدر است؟ میریم به سوال دیگری. نوالنی، یک نفر سوال داده است که نوالنی نفری که تمام فعالیت خود را برای فاش کردن عملهای غیرقانونی و دیکتاتوری پوتین روانه کرده است. ما تاجیکان هم مخالفین داریم. گروه مثل نوالنی برای آشکار کردن عملهای غیرقانونی و فسادکاری رحمان مبارزه دارد. گروه دیگر هم به نام مخالفین داریم که رحمان را فراموش کرده علیه رقیبان رحمان مبارزه میبرند. طبق مشاهده این گروه دوم نوالنی را میپرستند، ولی چرا در عمل از نه همچون نوالنی بلکه طرفدار اشدی پوتین هستند؟ یعنی چرا آنها برای آشکار کردن عملهای غیر کانستیتوشنی رحمان بلکه برای تحقیر مخالفین کمر بستند؟ این دوخورگی بیانگر چیست؟ حالا در این سوال تقریبا چند سوال دیگر هم جا داده شده است، ولی حالا نوالنی دیگر طبیعی است که حالا نوالنی یک چهره دیگر فراروسیگی هست. از روسیه هم دیگر محبوبیتش، حالا اگر محبوبیت هم نباشد، حداقل معروفیتش از مرزهای روسیه هم بیرون رفته است و واقعا هم من در صحبت چند روز پیشم گفتم درباره نوالنی که من او را یک انسان بسیار بی‌باک و ناترس می‌حسابم، اما قدم‌هایش را بسیار حساب کرده می‌گذارد. برگشتنش به روسیه یک برگشتن بسیار حساب و کتاب شده بود و خودتان هم دیدید همین شب منم اون تحقیقات اخیرش را درباره مالکیت دارایی‌ها و اون کروپسیایی که در روسیه وجود دارد و حتی خود شخصان اول روسیه را مثل پوتین و دیگران را در اون نشان می‌دهد، این را در بیرون آماده کرد و میدانست که رود زندانی میشود. این را بعد نشر باید کنند و باید که مردم
به قیام برخیزد. یعنی حالا هدف نوالنی تا جایی که من قدمهایش رو پیگیری کرده ایستادم، این به قیام دعوت کردن مردم روسیه هست و اعتراض کنند، او رو از زندان بیرون برارند و شاید که در انتخابات پارلمانی که به قریب انتخابات گوسلوم هم هست در اونجا بتوانند نامزدای حزب یدین روسیه را، همون حزب خلق دموکراتی روسیه را به اصطلاح از پارلمان یا بیرون کنند یا حداقل شمارش رو کم کنند. من فکر میکنم بسیار اقدام خوب بود، چون هنوزم در روسیه امکانیتی با راه قانونی عوض کردن حاکمیت زیاد هم نباشد، یک مقدار مانده است. برای مثال اگر گوسلوم را نیروهای آزادیخواه روسیه حالا یا بگیرن یا به اکثریت باشن، دیگر برای آنها قدم‌های بعدی آسان‌تر میشود. فکر میکنم یک کاری بسیار حسابی خوبی را کردن. اما اگر قسمت دومی سوال درست فهمیده باشم که اون را در کانتکست روندهای تاجیکستان اگر نگاه کنیم، بله واقعا همه نوالنی را امروز تعریف کرده ایستاده است، اما نه همه نوالنی شده میتواند. من فکر میکنم که برای نوالنی شدن اون یک فضای خاصی مثل روسیه داشتن در کار، در کانتکست بین المللی باید این مسئله را دید. در اونجا باید پوتین برای یک شخصیت قوی، روسیه برای یک کشوری مهم باشد که بعد جامعه جهانی بیاید بالای نوالنی یا هر اپوزیسیون دیگر توجه کند. اما یک ویژگی که نوالنی دارد، من این را باید بگویم، نوالنی یک کار خوب کرد. اصلا ببینید نوالنی رئیس یگان حزب نیست، اپوزیسیون معمولی هم نیست. مثلا در همه کشورها اپوزیسیون ها کیا هستند؟ اپوزیسیون این همون رئیس حزب‌های مخالف هستند، مثل تاجیکستان ما هم، مثل دیگر کشورها همین است. اما در روسیه وقتی که نوالنی و طرفداران نوالنی دیدن که با اون روش‌های کلاسیکی معمولی تقلیدی هیچ کار کرده نمی‌شود، اون حزب‌های سیاسی حتی حزب‌های اپوزیسیونی را هم کنار گذاشتن و خودشون آمدن با یک روش‌های جدید و خیلی هم مؤثر مبارزه را آغاز کردن و امروز می‌بینیم که قوی‌ترین حزب‌های سیاسی روسیه هم حزب حاکم و هم حزب‌های پارلمانی مثل کمونیست‌ها، سپراویدیو روسیه یا ژیرینوفسکی یا حتی حزب‌های اپوزیسیونی مثل یابلوکا و گروه‌های قوی مثل گروه نیمچوف که خودش کشته شده الان طرفدارانش هستند، اینا به حد نوالنی مؤثر نیستند. برای آنکه نوالنی آمد یک سیاست رو پیش گرفت، او معنای آن را داشت که دیگر از سیاست‌های حتی حزب‌های اپوزیسیون هم قانع نیست. مثلا یاولینسکی که حالا شخص قوی‌ترین بگیم یا چهره معروف‌ترین در بخش لیبرالی دموکراتی و لیبرالی اپوزیسیون روسیه هست، این آمد گفت که یاولینسکی یک وقتا اعضای حکومت بود، در پارلمان بود، حالا اپوزیسیون هست ولی با این روشش در روسیه هیچ تاثیر ندارد. آمد مثلا اپوزیسیون لوی فرانت را هم چندان رفتارش را قبول ندارد، مثل ماکسیم شفچنک و اودالسوف، پراخانوف یا گروه های دیگر را. اینها را هم نه تنقید میکند نه با آنها سر و کار دارد، در بعضی جاها همکاری میکند. مثلا در تظاهراتی که چند سال پیش شد در میدان بالاتنی مسکو، اینا همه با هم آمدن در اون تظاهرات 50-60 هزار نفره شرکت کردند. اما ما ندیدیم که مثلا ماکسیم شفچنک بیاید نوالنی را تنقید کند. آشکار مثلا من دیروز صحبت ماکسیم شفچنک را هم تماشا کردم، چون که هم به خاطر آن که ما دوست هستیم و یک زمان مهمانی ما در دوشنبه بود و در مسکو هم زیاد ملاقات میکردیم و من همیشه پیگیری میکنم که سیاستمداران روس چه نقطه نظر دارن. مثلا در همین بحث با نوالنی آشکار میگوید که نوالنی یک طرفدار اندیشه‌های لیبرال دموکراتی هست، من بیشتر چپگرا و سوسیالیست هستم، اما اعتراف دارد که در حال حاضر نوالنی سیاستمدار رقم 2 روسیه هست. میگه من با اون مخالفت دارم، راهش رو قبول ندارم، اما باید قبول کنیم که نوالنی امروز توانست پوتین رو در یک تنگنا قرار بده و هیچ وقت نه شفچنکا، نه اودالسوف، نه یاولینسکی اینها نمیان علیه نوالنی فعالیت کنند. میگن ما راهش رو قبول نداریم اما با راه خودمون بریم و دقیقاً نوالنی هم همین کارو میکنه. نوالنی همچون مثل یک روزنامه‌نگار یا بلاگر تبدیل شد به یک سیاستمدار قوی، اما هدف پوتین را قرار داد، هدف خود
بالای حاکمیت رو، کروپسیونرها رو هدف قرار داد و فقط گفت که این روش یاولینسکی، روش مثلا نیروهای چپ به من معقول نیست، نتیجه نمیدهد، ولی راه خودش را پیش گرفت و گفت که من با اینها کار ندارم، اینا را هدف قرار نداده است تا امروز و این را میگن فرهنگ سیاسی. اما متاسفانه در تاجیکستان ما، من حالا با آسیا مرکزی دیگر کشورها کار ندارم، در تاجیکستان ما مردم همه میدونند، از آن جمله همین دوستانی که حالا به هر نامی که استفاده شون بره، مثلا اگر بگه که مخالفین ناراحت میشن، میگن چرا ما رو شما مخالفین میگن. خب خیلی خوب، پس اینا حالا بگن که اینا هم مخالفی رحمانوف هستن، اما رحمانوف رو میدونن که بودجه در اختیار رحمانوف است، رحمانوف میدزدد، یک حکومت خانوادگی دارد، تمام تاجیکستان رو به ناکامی برده ایستاده است. او را رها کردن، میآیند میگن که ما مخالفی اپوزیسیا هستیم، مخالف کبیری، پیمان یا نهضت یا اینا، برای آنکه اینها هستند که رحمانوف ارزی وجود کرده ایستاده است و اگر تا ما اینها را از سر راه نبرداریم، ضعیف نکنیم، اینها محو نشوند، نباید در تاجیکستان کاری را انجام داد. من فکر میکنم اینجا یک منطقی خیلی ضعیف است. دقیقاً وقتی که شما از داعش، از مثلا گروه های القاعده اینها اگر سوال کنید، حالا القاعده مثلا مستقیم هجوم میکرد، وقتی که داعش را، اون متفکران داعش را سوال میکردن که شما که خودتان را علیه غرب و علیه دشمنان اسلام مبارز اعلان میکنید، اما چرا میاد این مسلمان ها را میکشید؟ مثلا در عراق، در سوریه، در جاهای دیگر یک مسلمان را کافر، یکی را مشرک، یکی را مرتد، یکی را منحرف شده اعلام میکنید، اینها را میکشید. مگر هدف شما زدن مسلمان هاست یا که اون دشمنایی که اعلام کردید؟ اونا منطقشون این بود که میگفتن برای آن که ما اون دشمن بزرگ کلان رو بزنیم، باید اول این دشمنهای میده رو از راه برداریم. بعد می آمدن یک گروه از آدما رو منافق، مشرک، مرتد اعلام میکنن، بعد علیه اینها جنگ اعلام میکنن، مسلمان کشی میکنن، در صورتی که همون دشمنی رو که اعلام کرده بودن بزرگ، میدونن که با اون زورش نمیرسد، با اون دسترسی ندارد، اون رو کنار گذاشته است. من فکر میکنم دقیقاً همین وضعیت در بین بعضی افراد در کشورهای ما هم هست که اونها اون یا از روی ترس باشد یا از روی، حالا من هیچ وقت نمیگم که از روی کدام مشورت پیشکی باشد، احتمال دارد از روی ترس یا از روی، یا شاید میتواند از روی طبیعت انسانی باشد. بعضی انسان‌ها همین خیلن، طبیعتاً مثلا کارشون فقط کافتن و جستجو کردن و سیاه کردن افراد هست که اونها قدرت ندارن، ضعیفن و توسط این میخواهند که همون غریزه یا انگیزه روشنفکری یا اپوزیسیونی خود را برآورده کنند، چون قدرتشون، زورشون به اون هدف کلانی نمیرسد. من فکر میکنم اگر دوستان ما واقعا هم میخواهند که بر علیه فساد، ظلم، دیکتاتور مبارزه برند، من این هدف، اگر ما را هدف قرار داده باشند، این را بدونن که ادرسشون غلط است. و شاید اینجا ببینید ما که از طرف خودمون به این مسئله ها باید خوب رفتار کنیم. محمود جان شما خودتان میدونید، شاید که اون دوستان و تماشابینان ما هم خوب میدونن که بله، روز به روز نیروی اپوزیسیا زیاد شده ایستاده است، قوی شده ایستاده است، مردم جمع شده ایستادن، در این شک نیست. اما با اون حد قوی نیستیم که ما رحمانوف را، این دیکتاتور را با این حاکمیت ظالم و فساد زده کنار مانیم و بیایم مشغول سوال و جواب و بحث با یک گروه از هموطنان شویم که ما را هدف قرار دادن. ما اصلا اصولا این کار غلط است، لازم نیست، بعدا نیرو هم نمیرسد. شاید که یکی از هدفهای این نفرها همین باشد که با این کار وقتی که ما را تنقید میکنن، ما را تهدید میکنن، میان یا اینکه مثلا عیب جویی میکنن، فقط علیه ما مینویسن، شاید با این کار میخواهند که ما رحمانوف رو رها کنیم، حکومت رو رها کنیم و بیایم با اینها وارد بحث شویم و همون وقت و نیرویی که داریم برای مبارزه برای تاجیکستان در این گروه ها صرف کنیم که ما و شما باید خیلی در این مسئله آگاهانه رفتار کنیم و اجازت ندهیم که ما رو وارد بحث های دوم سوم درجه کنند. هدف ما مشخص است،
مبارزه با ظلم، دیکتاتوره و آزاد کردن تاجیکستان از دست یک دسته غارتگری دوست. و هر کسی هم اگر با ما شریک است مرحمت ما همکاری میکنیم. اگر هر کسی هم که بگوید که نه ما هدفمون شما هستید ما اول شما را میزنیم، دیگر توکلشون به خدا و ما وارد بحث و مبارزه با آنها نیستیم. اما جواب محمود جان این نکته مهم است، اما این معنی ندارد که ما خاموش بشینیم و جواب ندیم. نه، جواب رو در جای لازم در وقت لازم با شکل متمدن با فرهنگ حتما خواهیم داد. ولی نگاه کنیم از نگاه مثبت‌گرایی، آیا مثلا این خردگیری، عیب‌جویی که شما این خیلی میشینید، این طور گفتید، اون طور گفتید، اینا به یک شکل شما را سفته نمیکند، قوی‌تر نمیکند و مثلا یک چیزی به نفع شما نیست، به نفع مخالفین هم نیست. همین که بسیار خردگیری میکنند، شما احتیاط میکنید که در آینده پای قدماتون خوبتر و در جای مناسب بگذارید. 100%. ببینید من موافقم با این ملاحظه شما. ما اصلا اگر بیایم تقسیم بندی کنیم، مثلا این رو قبول کنیم که حکومت وظیفه‌اش تنقید ما هست، نه تنها تنقید، زدن، کشتن، نابود کردن، زندانی کردن. منظورم حکومتی رحمانوف، نه همه حکومت‌ها. حکومت‌های دموکراتی و مردمی اپوزیسیون خود را کمک میکنند از روی قانون. وقتی که در انتخابات پیروز شد حکومت را با اون میتیند. اما در تاجیکستان و دیکتاتورهای دیگر وظیفه اونها زدن و کفتن و کشتن و بیرون کردن و زندان کردن اپوزیسیون است. ما در این دیگه بحث نداریم. حتی وقتی که همین حکومت هم ما را تنقید میکند، ما باید خیلی آگاهانه رفتار کنیم، ببینیم که حتی همون دشمنانه هم که اگر نوشته باشد، شاید در داخل همون نوشته هاش، تنقیدهاش علیه ما یگان جوهر، یگان حقیقتی هست که ما بتوانیم اون را استفاده کنیم. این یک مسئله. گروه دوم شاید بعضی از تحلیلگران و کارشناسانی هستند که نزدیک به حکومتند، مثلا یا در دایره حکومتی کار میکنن یا در یک جاهای یا مستقل کار میکنند و اما موقعشون دائما سفید کردن حکومت و سیاه کردن اپوزیسیون است. این گروه از حکومت فرق میکنه. این رو باید ما جدا کنیم و نسبت اینا باید کمی توجه بیشتر باشد. من فکر میکنم که حالا اگر شاید 50-50 یا که مثلا به طور عمومی میگم اینجا اصلا امکان ندارد که فایز معین کرد، ولی شاید بگیم که 30% اینا در داخل نوشته هاشون، انتقاداشون واقعیت و حقیقت هست. این رو باید جدی گرفت و خود را اصلاح کرد. اما اون باقی مانده است که احساس می شود که یا از ترس گفته ایستاده است یا زیر فشار است یا به خاطر کدام تملق و کدام شرایط خاصش میگرد، اون را دیگر باید رها کرد و به نظر نگرفت. اما یک گروه دیگر که مثلا حالا نه حکومتی نه در داخل کشورن، اما شاید باز میگم از روی طبیعت یا از روی یگان کینه و عداوت این رو باید اینو خودشون میدونن. این گروه رو هم که نباید همه گفته ها و نوشته هاشون رو باید رد کرد، پرتافت و خط زد. نه، این طور هم نیست. ما باید خیلی آگاهانه رفتار کنیم، حتی اگر بدونیم که این آدم یک انسانی غرضناک است نسبت مخالفین، نسبت مردم، نسبت نیروهای مبارز، اما بیایم ببینیم که چی میگوید و آیا مثلا همه حرفاش غرضناک است، قالبی هست، یا در داخل همون انتقادهایش بعضی مسائلی هست که واقعا حقیقت رو میگوید. ما هم کمبودی داریم، باید اصلاح کنیم خودمون رو. اگر ما این گونه رفتار کنیم به نظر من هم برد میکنیم، هم وقتمون رو زیاد به اینها صرف نمیکنیم. از یک طرف خود رو اصلاح میکنیم، از طرف دیگر زیاد گرفتار این گروه ها نمیشیم. حالا من یک مثال بیارم همینجا محمود جان. مثلا ما و شما که هممون ایمیل داریم، پست الکترونیک. من سالهای قبل از وقتی که ایمیل داشتم اول همین ایمیل رو خوب استفاده بردن نمیتونستم، خیلی وقتم صرف میشد. مثلا همه چیزی که وارد پستم میشد میخوندم، بعد میدیدم که در اونجا مثلا مکتوب های هر خیلم زیاد است، رکلام هست، اصلا آدما میفرستن. بعد دیدم که در اونجا چند تا انتخاب هست. یکیش مثلا امکان بلاک هم کردن هم هست. شما بتوانید هر کسی که از اون فقط نگاتیو میاد یا حرفای بیهوده بلاک کنید. یک انتخاب دیگر دارد با نام اسپم. شما میتونید بعضی نفرهای رو، بعضی مکتوب‌ها یا سرچشمه‌های رو که
همه چیز رو میفرستم برایتون. خیلی از شرکت ها، از رسانه ها، از کارخانه ها برای شما قدر نیاز نیست، اما در بین اونها بعضی نامه ها، بعضی معلومات های مهم هم هست. این نیست که همه اون نالازم باشد. شما اون رو در سپم میمونید، بعد ماه یک بار، 2 ماه یک بار، مثلا من همین خیلی میکنم، چون که بعضی نامه های مهم هم در سپم میروند تصادفاً. خودی همون الگوریتم کامپیوتر با اون طرف میفرسته. مثلا در 2 ماه 3 ماه یک بار سپم رو میبینید که بعضی اونجا مسائل مهم هم بوده است، اما اینه که شما هر روز هر هفته بیاید خود رو مشغول اون کنید و فقط باز میمونید برای هر روزه کارتون همون قسمت نامه‌هایی را که خیلی مهمن از اداره‌ها، از مرکزهای، از شخصیت‌هایی که مهم هستند برای. من فکر می‌کنم در مسئله کار با این گونه کارشناسان و افراد و گروه‌ها باید مثل همون پشت الکترونی رفتار کرد که یک قسم را باز ماند، با اونها همکاری کرد، یک قسم دیگر را در سپم وارد کرد، گاه فکراشون را نگاه کرد، یک گروه دیگر را اصلا باید بلاک کرد و توجه نکرد، با راه خود ادامه داد، اما هیچگاه نسبت انتقادها به احترامی نکرد. یک مشکلی یا یک آسیب سیاستمداران این است که نسبت انتقادها به احترامی میکنن، نادیده میگیرن، در صورتی که این انتقادها میتواند سیاستمدار را، حزب را و حتی حکومت را هم خیلی اصلاح کند. میشود مثلا همون در 10 کتاب که در ترجمه شما رفته بود و بعد اصلاح شد، مثال همین هم یک مثال از همین مثبت نگاه کردن باشد. قسمتی اول سوال را متوجه نشد. 10 کتابی که در ترجمه حال شما در یک از سازمان ها نشر شد که شما اینقدر کتاب نوشتید و از مثلا بعد برخی ها گرفتن اینا مثال گفتن که این 10 کتاب در کجا نوشته است. اصلی ماجرا در این چی است؟ آیا میشه مثلا همین رو یک مثال آورد که بعضی فایده ها دارد اصلاح؟ بله 100% این هم میتونه یک مثال باشد. البته این به معنی به خودت ربط دارد بیشتر، چون همچون مسئول روابط خارجی اون را خودت نوشته بودی که اون متن رو. ولی ببینید حالا 10 کتاب، 9 کتاب، 8 کتاب، 15 کتاب این مهم نیست. این میتواند ولی اصلاح کند. من مطمئنم که بعد این انتقادها و حتی یک کمی تمسخر و تحقیرایی که کرده شد، حداقل شما دیگر درک کردید که در این گونه مسئله ها یعنی تخمینی نوشتن لازم نیست، خیلی دقیق باید بود. از اون که یک شماره کم و زیاد میشود، نه اگر 10 تا ننوشته باشم 10 نوشتی یا 15 نوشتی، نه آبروی من زیاد میشود. اگر کم نوشتی آبروی منم کم نمیشود، اما دقیق بودن خوب است. اما یک مسئله که در اینجا حالا یادآور شد این مسئله رو، این مسئله هم که اصلاح میشوه یا که آدم اینا رو باید گفته شوند، خیلی مسئله خوب است. اما ببینید که مسئله در چی است. مسئله در این است که همون دوستانی که حالا این مسئله 10 کتاب و 8 کتاب اینا را مطرح کردن، اینا نه اومدن همون خود ماهیت مسئله را ببینن که اصلا این مسئله از کجا پیدا شد. مثلا درباره سخنرانی من در دانشگاه واشنگتن هیچ چیزی نیست. مثلا ببینید که در اونجا یک سخنرانی نماینده اپوزیسیون، حالا من نگویم رهبری اپوزیسیون که بعضی ها خیلی ناراحت میشن چون اینو در اونجا رهبری اپوزیسیون معرفی کردن، من میگم یکی از نمایندگان اپوزیسیون هستم. سخنرانی یکی از نمایندگان اپوزیسیون در دانشگاه جورج واشنگتن، اونم در حضور کارشناسان خیلی عدد زیاد و خیلی متخصصان از وزارت‌های خارجه، سفیرها، ژورنالیست‌ها، سوال و جواب‌های خیلی مهم. هیچ کدام از این بزرگواران نمیان بگن که خب کبیری در اینجا غلط کرد، در اینجا این حرف رو نادرست گفت یا این پیشنهادش خوب بود، تحلیل نیست. نمیان بگن که نقطه نظری کبیری در این مسائل ها اصلا اشتباه هست، مردم آگاه باشد، از پس کبیری نرود، برای اینکه اون حاکمیتی که این میخواهد یا دولتی که اعلان کرده است این گونه صفات‌های منفی دارد. بلکه اینها را همه را کنار میگذارند. یک آدمان صاحب تحلیل، صاحب قلم، در شبکه‌ها فعال میان به یک مسئله میچسبن که باز تکرار میکنم اینم باید اصلاح شود، باید گفته شود. اما اگر این در حاشیه مثلا یک تحلیل جدی درباره خود اون سخنرانی و مسئله‌هایی که در اونجا گذاشته شد، اگر این کار انجام میشد، واقعا انسان درک میکنه که خب این یک تحلیل هست خیلی کارشناسانه، موشکافانه، با انصافانه که آمد پهلوهای مثبت و منفی این فعالیت اپوزیسیون رو به قلم کشید. اما وقتی میان همچون یک اپوزیسیون رفتار میکنن که مثلا ما
آشکار میگن که اپوزیسیون رحمانوف هستیم، مخالف رحمانوف هستیم. وظیفه ما تعریف کردن رحمانوف نیست. وظیفه ما در اینجا هم خوبی و هم بدی رحمانوف را دیده در ترازو موندن نیست. برای این کار کارشناسای مستقل هست، برای این کار تبلیغاتچی خود رحمانوف هست، یک ارمیه آدم هست. وظیفه ما همچون اپوزیسیون مثل که در تمام دنیا هست، پیدا کردن کمبودی های حکومت رحمانوف و شخص رحمانوف و به مردم آشکار کردن و این حکومت رو از سر قدرت دور کردن. اگر هر کسی بیاد بگه که من اپوزیسیون هستم، اپوزیسیون کبیری ام، اپوزیسیون مثلا مخالفین هستم، دیگر آشکار بیاد همین فعالیت رو کند. یعنی اصلا بگید که ما در فعالیت پیمان یا نهضت یا خود کبیری هیچ مثبتی را نمیبینیم و دیدن هم نمیخواهیم، بلکه وظیفه ما اینها را زدن برای اینکه ما اپوزیسیون اینا هستیم. اما وقتی که میان 100% مثل یک اپوزیسیون رفتار میکنن، بعد وقتی که مردم مثلا من شنیدم که ناراحت شدن بعضی دوستا که ما را مخالفین میگن. حالا پس شما وقتی خودتون کارشناس مستقل میگید، گفتی روسا بوت دبری اون استانداردهای یک کارشناس مستقل رعایت کنه، در اون صورت شما را میشود همچون جامعه شهروندی یا کارشناس مستقل نام گرفت. بارها بعضی ها مسئله رساله دکتری شما را میبردارن، اون در کجا است؟ آیا ممکن است به اون دسترسی پیدا کرد؟ رساله دکتری خود من اصلا یگان کتاب و یگان مقاله و یگان رساله خودم الان همراه هم ندارم که در کجا است. او را میشه در کتابخانه وکی یا که در همه ارخیو وکی روسیه پیدا کرد، میشه در داخل تاجیکستان پیدا کرد و اون کسی که میخواهد مثلا خیلی هم اگر کبیری براشون شخصیت مهم است که تمام این مسائل رو جستجو کنه، حتما پیدا میکنن. اما این را بگم که من اگر میداشتم حتما میدادم. متاسفانه یک مشکلی شخصی من همین است که نه کتاب‌های نوشتم در دستم هست و اصلا جمع آوری میکنم، نه نونوشته ها هم اونایی که خودت اعلان کردی شمارش اوناش که دیگر در دستم نیست، نه مقاله هایم رو جمع میکنم، نه مصاحبه هایم رو. مثلا الان من تازه که کانال یوتیوبی خودم رو راه اندازی کردم، تنها همین 4 تا چیز رو دارم، 4 صحبتی که در کانال یوتیوب رفت. دیگر عادت یگان صحبت و یگان نوار و این چیزها رو جمع آوردن ندارم. این شاید که یک خصلت مثبت نیست، این شاید منفی هست. آدم باید بالاخره ارشیو خود رو جمع کند و بعضی ها خیلی حوصله دارن، مثلا در کجا یک اقتباس نوشتن یا کتاب یک مقاله نوشتن، اینها رو همه پبکه میکنن، جمع آوری میکنن برای تاریخ، برای فرزندان. اما من عادتم این است که هر چی که گفتم، هر چی که نوشتم دیگه اون مال دیگران است، گفتم دیگر مال جامعه است، مال مردم هست. هر کاری که حالا همین چیزی هم که گفته ایستادم دیگر پسی نمیگردم که در کجا است. بعضا روزنامه‌نگارا وقتی آخر منم دیگر حالا ضرورت پیدا شده است، همه وقت نه ولی گاه وقتی که صحبت میکنم ثبت میکنن، اگر خودشون بگوین که یک مرتبه متن رو برای رضایت گرفتن تحریر بفرستیم، پرسن، من میگم اگر که لازم باشد میگم بله. اما تا همین سالهای اخیر من اصلا حتی متن مصاحبه خودم رو هم تحریر نمیکردم و میگفتم هر چی که به شما گفتم دیگر شما حق دارید، این مال شما است دیگر. بنابر همین حالا اگر در مسئله کتاب ها و دیسرتاسیون نامزدی و اصلا دیسرتاسیون دکتری که نیست، در اروپا این را دکترا میگن، اما در استانداردهای وکی سابق شوروی این کار نامزد علم است که در اونجا یک مقدار فرق میکنه بین نامزد علم و دکتر، فرقیت هست. بنابراین متاسفانه در دست هم نیست. اما اگر کسی حالا میخواهد که پیداش کند، فکر نکنم کار دشوار باشه. حالا درباره صفحه خاصی یوتیوبی خود گفتین، بعضی میگن که رئیس پیمان ملی بلاگر شد، نظرتون چیست؟ بله رئیس، بله چرا؟ حالا ببینید، من یوتیوب رو یکی از وسیله های بسیار قوی رساندن پیام و گرفتن پیام مردم میدونم. یعنی حالا ما تلویزیون نداریم، تازه تلویزیون پیام تیوی هم راه اندازی شد که همگی یک هفته بعد حکومت پرازی فرستاد و در ماهواره زدن. حالا دوستان وعده کرده ایستادن که باز پیدا میشوند و میبرن. خداوند کمکشون کند. امیدوارم که
هم ملت کمک میکند و هم مردم و همین دوستان باید که این پیام به داخل هر خانواده رسانده شد. الان دیگر همون یوتیوب است. من سالهای در دیگر شبکه‌ها نیستم غیر از این شبکه‌هایی که فقط برای ارتباط خصوصی است مثل واتساپ و تلگرام اینها. در ادناکلاسنیکی یا در فیسبوک اینا نیستم. اتفاقا یکی از اولین سیاستمدارانی بودم که من در فیسبوک فعال بودم اون وقتی که فیسبوک تازه در تاجیکستان پیدا شد و یک عددی کم در فیسبوک بود. نخبگان، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و زیایان در اونجا بحث می‌کردن. مردم اکثرا در ادناکلاسنیکی اینجا بودن. اما بعد از اون که فیسبوک تبدیل شد به یک میدان تاخت و تازی، حالا سیاستمداران و کارشناسان دیوانی میگن اینها را. اینا در فقط پس کامپیوتر رو در دیوان نشسته سیاسترانی میکنند و قوا آزمایی میکنند. به میدان تاخت و تاز و تحقیر و حقارت و حالا دیگر یک بازار شد، آشفته بازار. و دیگر چند وقت است که از این چندین سالها میشود از یک مدت اول هجرت هم بودم، بعد بیرون شدم و اصلا پشیمان هم نیستم، آشکار میگم. اگرچه یکی از وسیله‌های بسیار مهمی معاشرت کار با مردم رو از دست دادم، اما خیلی وقتم و نیروام حفظ شد که کارهای دیگر در رسیدیم. اگر منم شبانه روزی در فیسبوک می بودم یقینا که نه پیمان، نه نهضت، نه کارهای دیگر، این رسانه ها و تلویزیون اینها به این شکل نمی رسید، چون آدم مشغول همون سوال و جواب و نوشتن و بحثا می شود. بنابراین از اونجا بیرون برآمدم و حالا وقتی که دیدم که دیگر پیام رو باید به مردم برسونم، هفته یک بار، دو بار یا شاید بیشتر، بهترین وسیله این یوتیوب است. و حالا مردم هر چی که میگن حق دارن، یوتیوبر یا بلاگر یا به هر نامی که باشد، من همون هستم و انشاءالله با مردم در تماس خواهم بود. و هر روزی که باز ضرورت پیدا شد که یوتیوب رو هم مانم و باز یک وسیله دیگر، من این کار رو خواهم کرد. امروز بهترین وسیله یوتیوب است، از اون استفاده خواهم کرد. ببینید همین نوالی که دربارش صحبت کردیم، نوالی نه تلویزیون دارد، نه نمیدونم در فیسبوک هست یا نیست، دیگران شاید بدونن، نه فقط توسط همین یوتیوب فعالیت کرده ایستاده است، نه حزب دارد. و دیروز این برنامه دیروزش رو مثلا اگر صحبت ما رو در کانال خودم 20,000 آدم تماشا کرده باشد، صحبت همین آخری ما رو که همزمان با همون بر آخران تحقیقات نوالی بود، از نوالی رو 20 میلیون آدم تماشا کرده است. یعنی در یک وقت مونده شدن و همون صحبتی من هم درباره نوالی بود. یعنی فرق رو دیدید، یعنی وقتی که ممکن که حتی صحبت پوتین رو به این مقدار در روسیه تماشا نکنن، اون مقداری که در یک روز 20 میلیون از نوالی رو تماشا کرد. برای همین حالا وقتی که حکومت اینترنت رو گران کرده است، قیمت است در تاجیکستان امکانیت نمیدهد، وقتی که تلویزیون پیام تیوی رو میزند یا علیه ما کار میکنه، چرا ما از یوتیوب استفاده نکنیم؟ یکی از کاربران همین سوالات داشت که چرا در فیسبوک شما نیستید و با اون جواب دادید. سوالها زیاد هستند و سوالهای مختلف هستند. برای من خواهش میکنم که یعنی جوابها کمتر مختصرتر باشند برای و بعداً سوالها از یعنی خیلی مختلف هستند. برای همون من خواهش میکنم من رو در وقت محدود نکنید، چون من طبیعتاً طولانی جواب میکنم، همه سوالام قریب، اینا بر همین کوشش میکنم. اما دیدید که حتی برنامه خودم هم از تا 40 دقیقه هم میرود بعضا. بسیار خوب. احمد مصطفی یک کاربر فیسبوک نوشته است که درباره دعوای چین نسبت زمین‌های یا زمین‌های تریتوری‌های وسیع‌تری که حال و طلب دارد. این گزارش به نظرم در رادیو آزادی هم منتشر شد که بعضی همون رسانه‌های چینی دعوای زمین‌های بیشتری رو دارند. میگوید که نظر شما در این چیز اگر در این مسئله روشنی می‌کنید. بله، من خبر دارم که این بار اول نیست، بعضی رسانه‌های چین این گونه مطلب‌ها رو می‌نویسند، اما تا به حال ما موقع رسمی کشور چین رو نداریم در این باره که آنها دیپلمات‌های چین چی میگن. من فکر نکنم که در کشور مثل چین یک رسانه تا اون حد آزاد باشد که بیاد از پیش خود
چنین یک مطلبی را بدون کدام جزا یا هشدار بنویسد. یعنی در کشورهایی که این گونه حکومت ها دارند و یک حزبی هست، معمولا روزنامه‌نگارا، روزنامه ها میان همون سیاست های طراحی شده در دوران حکومت را می نویسند. پس اینجا در پس این گونه نوشته ها یک سیاستی هست. اما هدف چی است؟ ما باید تحلیل کنیم که چرا این میآیند گاه می نویسند. این بار اول هم نیست. من فکر میکنم این یک نمود خودش، حالا فکر نکنم که دعوا برای اون است که فردا یا پس فردا بیان باید یک قسمت زمینی تاجیکستان رو بگیرن. نه، این یک نوع کمک به رحمانوف است. من حالا میگم چرا کمک به رحمانوف است. زیرا وقتی چین میگه که مثلا این مقدار زمین تاجیکستان مالی ما هست یا همه تاجیکستان مالی ما هست، بعد رحمانوف همونطوری که در همون سالهایی که من دپوتات وکیل مجلس نمایندگان بودم و این مسئله را در پارلمان خیلی بحث کردیم با وزیر خارجه اون وقت همراه خان ظریفی و دیگران، خیلی بحثا شد. من موقعم تغییر نکرده است، گفتم این کار را بدون اجازت ملت کردن در پس درهای پوشیده و حق نداشت پرزیدنت رحمانوف زمین ملت را که طبق کنستیتوسیا او کفیل یک پارچگی تاجیکستان هست، زمین تاجیکستان را به مشورت مردم به رفراندوم به کسی بدهد. ولی اونا چی گفتن در جواب؟ و گفتن که چین دعوا داشت که تمام ولایت بدخشان را میگیره. حالا ما برد دیپلماتی کردیم که مثلا 1% خاک تاجیکستان را دادیم یا 1% بیشتر را، حالا که اونها دعواشون بیشتر بود. و این گونه دعواها بازم اینا را شیردل میکنند، میگن ببینید ما نمیگوییم که چین دعواش بیشتر از این است، ولی ما کم دادیم. حالا ما از اون که چین طلب میکرد کمتر دادیم. پس در خط شوروی سابق یا در آسیای مرکزی از همه بیشتر تاجیکستان زمین داد بچه. نه، در همه سابق شوروی. اصلا چین وقتی که شوروی پاش خورد با همه کشورهای سابق شوروی که مرز داشت دعوای مرزی را بالا برداشت، با روسیه هم، با قزاقستان هم، با قرقیزستان هم، با تاجیکستان هم. و دعوای مرزش با هندوستان هم هست، با پاکستان نمیدونم ولی با هندوستان هم هست. اما ببینید روسیه وسیع با اون که در جهان بزرگترین مساحت را دارد و چین اگر برید گوگل را بزنید که چند کیلومتر مربع زمین داد، مثلا همچون یک رمز سیمبولیک که داد که خب برای اون که دعوا نکنی زیاد و همین میتیم و چین هم راضی شد. قزاقستان که بعد از روسیه در سابق شوروی دوم مساحت بزرگ را دارد. شما ببینید که چقدر داد یا چگونه حل کرد، داد یا نداد چه نمیدونم، ببینید چگونه حل کرد. یا قرقیزستان همسایه‌مون که تریتوریش برابر تاجیکستان ما هست، چگونه مناسبت خود را با چین حل کرد. یگانه کشوری که چین توانست از او این مقدار زمین را بگیرد تاجیکستان است و اون هم باز در پس درهای پوشیده در عوض پول. من همون وقتی که وکیل بودم بعضی چیزا رو میشنیدم، اما چون دلیل ندارم، دلیل هنوز هم نیست، دلیل آشکار که مثلا بیایم بگیم که آیا واقعا هم در عوض همین کار شده است یا نه، چون بالاخره آدم وقتی که یک حرف رو میزنه باید دلیل داشته باشد. مثلا حرفای بود از بعض شخصای خیلی مهم صدا میداد که بغیر از آن که در بیرژه شانگهای فلان مقدار سهمیه را خود رحمان شخصا گرفت که بیرژه شانگهای یکی از بیرژه های بسیار قوی و بای جهانی هست، یک مقدار سهمیه را در اونجا به خانواده رحمانوف دادن، همچون هر کدام یک جزیره خورده را در بحر زرد یا بحر چین در اونجا داده شد و پولهای دیگری نقدی داده شد و در عوضش این زمینی پارچه زمین رو گرفتن. باز تکرار میکنم اینها دلیل نیست، هنوز شاید روز دلیل پیدا شود، اما این رو من همچون حرفای میگم که همون وقت از زبان بعض شخصهای خیلی آگاه شنیدم، اما چون دلیل ندارم نه همچون وکیل نه همچون یک کسی دیگر نمیتوانم 100% بگم که این واقعیت دارد. یک کاربر دیگر به نام سلیمی در همین باره چین گفته است که اگر رفت و حکومت رحمان چند سال دیگر دوام کرد کشور رو وابسته کشور چین خواهد کرد یا خیر. هر چیز زودتر جناب کویری یک کاری بکنید که کشور از دست نرود.
انشالله امیدواریم دعا میکنیم که پروردگار کمک کند ملت مستحکم بایستد که کشور از دست نرود، از دست نخواهد رفت انشالله. و این وابسته به ما و شما است. این به رحمان دیگر هیچ ربط ندارد. من اون رحمانی را که میشناسم، حالا چه خیلی که نوالی هم خیلی دقیق طبیعت حکومت روسیه را آشکار کرد. منم بالاخره 10 سال وکیل مجلس بودم، در داخل حالا همون نظام کار میکردم، اگرچه دشوارم بود. اون آشنایی و آگاهی که از وضعیت دارم، رحمانوف اگر برای در قدرت ماندنش لازم شود، برای این ثروت را از دست ندادن لازم شود، من هیچ شک ندارم که تاجیکستان را تبدیل می‌دهد به یک پروتکتورات یا یک منطقه یا به یک شکل دیگر، استقلالیتش را یا به چین یا به هر کسی که او را همچون رهبر امروزه تاجیکستان حمایت کند. چون تاجیکستان را او تبدیل داده است به یک کارخانه شخصی که از آن میجفد، معذرت میخوام، میجوشد، پول کار میکند، به خارج میفرستد، به آفشار و با تمام خانوادهش خون و بایگری ملت رو میمکد. و باید یک کشور، یا حالا که اگر حالا امروز یتیم و رحیمزاده و ارتش و اینا این کارخانه رحمانوف را حمایت کرده ایستادن، این تجارت و پول جمع کردن رحمانوف را حمایت کرده ایستادن. اما روز برسد که رحمانوف درک کند که دیگر قدرت این امنیت و میلیتسیا و ارتش و اینا نمیرسد، این من شک ندارم که آماده میشد یا مسکو یا پکین یا هر کشور دیگر را، مثلا تاشکند، براش فرق نمیکنه، همون چه خیلی که او را آوردن در سر قدرت ماندن و او وابسته دیگرها بود، طبیعتش همین است که در وقت رفتن هم باز وابسته یک کسی دیگر خواهد بود و مهم برای اینکه این قدرت را از دست ندهد. حالا سوال اساسی این است که آیا ما میتوانیم کار را به حدی برسانیم که دیگر رحمانوف فرصتی تاجیکستان را، مستقلیتش را به یک کشور دیگر دادن را نداشته باشد؟ چون این خطر هست. من حتی فکر میکنم که شاید رحمانوف یک سخمی را پیدا کند که ظاهرا طبق کنستیتوسیا تاجیکستان همچون یک دولت مستقل یا باقی میموند، صاحب مثلا پرچم است و گیمن هست و پرزیدنت هست و پایتخت است و مثل اینها، ولی عملا تمام ریچک های دولتی در اختیار یک کشور دیگر قرار میگیرد که دیگر ما دیگر اصلا یگان قرار را حتی حکومت نو هم که بیاد بعد دشوار میشود با به هماهنگی با یک کشور دیگر گرفته شود. چرا؟ برای وقتی اون ریچک های اقتصادی، مالیوی، نظامی در اختیار یک کشور دیگر قرار میگیرد، برای حکومت بعدی خیلی هم دشوار میشد. بنابر همین وظیفه نیروهای مبارز در این مرحله این است که تمام کارها را باید انجام بدهند که استقلالیت اقتصادی، سیاسی و نظامی تاجیکستان از این بیشتر وابسته یگان کشور نشود. چرا؟ من در یک صحبت قبلی هم یک پیشنهاد کردم که امروز 50% قرض خارجی تاجیکستان به چین راست می آید و اونم از یک بانک است. اونم نگید که همش درست که قرض سیاسی حکومتی است، اما چینی ها خیلی هوشمندانه رفتار کردن که اون را از طریق اکسیم بانک دادن، نه مستقیما همچون قرض دولتی. برای آنکه یک روزه که نتوانیم قرض را داده، اکسیم بانک میتواند به دادگاه بین‌المللی بکشد و تاجیکستان را دفالت اعلان میکند، در عوضش هر چی که بخواهد مجبور هست طبق قرار دادگاه بین‌المللی این را پرداخت کنیم. و این بسیار یک سیاست خائنانه اقتصادی بود که قرض خارجی کشور را 50%ش را بیاریم به یک کشور و اونم از یک بانک این را وابسته کنیم. من پیشنهاد کرده بودم و حالا تکرار میکنم که در آینده الان باید پیمان ملی تاجیکستان این برنامه را دارد و حکومت بعدی باید قرارهای قبول کند که تاجیکستان، بانک ملی تاجیکستان، وزارتخانه‌های تاجیکستان حق ندارند بیشتر از 25% قرض خارجی را از یک کشور یا از یک بانک خارجی بگیرند. ماکسیموم 30%. از این بیشتر دیگر امکانیت ندارد. این را میگن سیاست دیفرانسیاسیون در سیاست اقتصادی و باید در آینده این را انجام داد. حکومت تاجیکستان این کار را نکرد و کرده هم نمیتواند امروز دیگر متاسفانه، و باید که ما در فکر این سیاست اقتصادی آینده باشیم. یک نفر به نام
میگوید درباره بازار صابر سوال میکند. متاسفانه که آواز من کمتر مشکل دارد، نمیدونم و چی سبب. ولی اموجا درباره کی سوال دارد گفته؟ درباره بازار صابر میگوید که چرا از تاجیکستان بیرون رفت و با کم اصلاح میگوید و چرا اشعار مثلا ضد دین نوشت. این سوالش. خب این رو من باور دارم که بارها از خود بازار صابر پرسیدم که چرا از تاجیکستان بیرون رفت، چرا این اشعار رو می نویسد و هر کس مسئول نوشته و فعالیت‌های خودش است. اما اون چیزی که اگر من تحلیل کنم نظر شخصی خودم رو بگم، بازار صابر وقتی از تاجیکستان رفت که هم از تاجیکستان میگریخت. وقتی که رحمانوف به سر قدرت آمد بازار صابر رو زندانی کرد. ولی یادم نیست چند ماه یا فکرم از یک سال کمتر بود. بعد وقتی که نیکیتا سیمونوف رئیس اون وقت اتحاد ژورنالیستان روسیه بود یا کدام پن کلوب را بود، الک پانفیلوف، سازمان‌های بین‌المللی فشار آوردن بالای رحمانوف، اول بالای یلتسین و بعد بالای رحمانوف. مسکو از یلتسین طلب کرد که از رحمانوف که بازار صابر را رها کند، برای آنکه اپوزیسیون تاجیک وقتی که اون وقت در مسکو بود در همکاری با الک پانفیلوف و با اون سیمونوف و اونها توانستن بالای یلتسین و کرمل فشار بیارن و وقتی گروه رها کردن آمد مسکو. از مسکو رفت به امریکا، باز هم سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر او را بردن. اینجا یک اتفاقا یک چیزی هست، وقتی که استاد بازار صابر به مسکو آمد، ما در اون وقت در مسکو هم تحصیل میکردیم و هم تجارت میکردیم. با زید سعیدوف رفتیم پیشش، در یک خانگی یا دو خانگی زندگی میکرد. بعد فهمیدیم که بازار صابر امریکا رفتنی است. یادم نیست سالی 93 بود 94 بود، همون سالها بود. خلاصه رفتیم همراه زید پیشش و گفتیم که او را خب متقاعد کنیم، خواهش کنیم که نرود، چون در اون وقت مردم ملت نیاز به همین گونه یک شخصیت مثل بازار صابر داشت که چون ما همه جوان بودیم در مسکو و باید که این گونه شخصیت ها رهبری میکردن اون بخش مسکوگی را، چون اپوزیسیون اکثریتش در افغانستان و در ایران و پاکستان بودن. استاد نوری، استاد ایمانزاده، استاد تورجانزاده، آتاخان لطیفی و رحمتی حوی سنگین فینو بین تهران و افغانستان و مسکو رفت و آمد داشتن. اما ما میخواستیم که بازار صابر هم در اونجا باقی بماند و رفتیم خانه‌اش، صحبت کردیم، خیلی همراه چای نوشیدیم و بعد گفتیم که ما استاد همین خواهش داریم که شما امریکا نروید، همینجا باشه. گفت برای چی نه؟ من گفت تصمیم گرفتم میروم دیگه، اکنون امریکا میرم. گفتیم که ملت نیاز به شما دارد. خیلی قهرآلود بود چون از زندان برآمده بود و خیلی هم عصبانی بود. گفت که من توف کردم در این خیلی ملت که شاعرش برن زندان کند و کسی جرأت نکنه در داخل کشور مرا آزاد کند، از همون شاگردانم و زیاییان و از روشنفکرا، بعد مرا مثلا دموکرات ها و امریکایی ها آزاد کنند و برن نان و آب تیان. من این خیلی ملت ها گفت دیگر از بحرش گذاشتم و چون شاعر بود. شاعر مردم عادتا احساساتی هستند و نباید به این گونه موقع گیری ها زیاد توجه کرد. و وقتی که رفت امریکا دیگر من راستی پیگیر نبودم. بعد از اون که از امریکا مثل که خسته شد و دیگر خلاصه هر شاعر میخواهد که در آخر حیاتش یک زندگی آرام و مرفه داشته باشد، یا اکثرا آدمان ایجادی این طورند، حالا تنها شاعر نگیم، اونایی که به ایجادیات ربط دارن و میخوان در عوض ایجادیاتشون یک انعام‌های بگیرن، خب از اونها قدردانی شود، اونها را شب شعر برگزار کنن و به یک شکل. حتی فردوسی بزرگوارم وقتی که شاهنامه را نوشت، مثال از سلطان محمود غزنوی هم انتظاری توقع یک انعام را داشت و وقتی که ندادش با یک غزل بسیار تند نوشت و علیه محمود غزنوی و خودتان قصه را که میدونه دیگه. و تمام این شاعران هم اشانی البته هستند شاعران و اهل ایجاد که اونها یا اهل فکر که کمبغل زندگی میکنن تا آخر، ولی در اون راهشون هستن، از یگان پادشاه و حاکم توقع یگان پاداش و انعام را ندارن. اما همه کی خیلی نیست. ما در تاریخ از ادبیات تاجیک و فارس خیلی زیاد داریم، امروز هم این چیزا را میدونیم. و بازار هم وقتی که بازار صابر هم دید که در آخر عمر دیگه پیر شده است و
باید به یک شکل برگرده. شاید در این فکر کرد که الان رحمانوف چی میخواهد، رحمانوف در کدام فکر است، خودش را توانست در بازار رحمانوف خوب بفروشد. درک کرد که رحمانوف ضد اپوزیسیون است، ضد اسلام هست، ضد نهضت است و آمد خودش را به همین بیشتر مطابق کرد. حالا که من 100% شک ندارم که بازار صابر خودش همچون یک آدمی، همچون یک شخصیت، یعنی این نه که حالا ضد نهضت نبود یا نه، شاید مثل بسیاری ها، اما درک کرد. مثلا آمد گفت که باید حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بسته شود. در تاجیکستان این حرف رو گفت، یعنی همون حرفی را گفت که رحمانوف این را میخواست و به خاطر همین هم رحمانوف دعوتش کرد، وگرنه همین رحمانوف را زندانی کرد، از کشور بیرونش کرده بود. و متاسفانه بعد از اینکه بازار صابر این کار کرد و صاحب خانه شد و یک جایگاه شد، این در را باز کرد و بسیاری ها را علیه نهضت کرد که همه حس کردن که اگر بیاد مثل بازار صابر موقع ضد نهضت بگیرد و حتما در بازار حکومت یک خریدار پیدا خواهد کرد، که ولی فراموش کردن که قد و قواره و اون جایگاهشون مثل بازار صابر نیست و هر کس بازار صابر هم شده نمیتواند. من حالا یک کمی طولانی شد ولی در عموم این را شناخت من همین است. اما یک چیز را بگم، نه به خاطر آنکه حالا بعضی فکر نکنن که بازار صابر مثلا با ما خوش و تبار است، واقعا هم خوش و تبار است. ما پدر رحمتی همون با بازار صابر خوش و تباری، حالا از مادری پدرم از همون دهه صوفیان و از بگیم خانواده، با هم خانواده یک خوش و تباری نزدیکن با بازار صابر. اما ببینید که در همین یک خانواده دو دنیای به هم زید شکل گرفته است. چرا این معنی را دارد که واقعا هم خدا را شکر میگم که خانواده ما از ریشه یک خانواده آزاد اندیشان، آدمانی که در آن واقعا انسانیت محور است. یک کس میتواند یک دینداری بسیار هم سنتی مثل خانواده ما باشد و میتواند باز یک خانواده دیگری از همون ریشه مثل خانواده بازار صابر و بیرون بیاد. با ما حتی خودی برادران بازار صابر که با ما خوش و تبارن و رفت آمد داشتیم میدانستیم که چقدر باز انسانهای دین محور هستند. برای مثال همین خاله شرافت خدا رحمتش کنه، مادر آوازخوان معروف سیراج‌الدین فاضلوف، که اون باز از ما دیده خیلی نزدیکتر با بازار صابر، باز اونا عمک بچه و عمک دختر بودن. یعنی یک انسان واقعا هم پارسایی با تقوای خداتر است که من واقعا همچون یک مادر خودم دوستش می داشتم و پدرم هم دوستش می داشت. یعنی کاملا برعکس بازار صابر که یک آدم دینگریز بود. ولی من این رو وقتی تحلیل میکردم به این نتیجه رسیدم که خدا را شکر که اون محیط خانوادگی ما که مثال از اول بود هنوز هم هست که حالا فرزندان من بتونن یک فکر دیگر داشته باشن. اتفاقا بسیاری از اعضای خانواده ما اعضای حزب نهضت هم نیستن و این گونه شخصیت بود. وقتی که بازار صابر یکم بار از امریکا برگشت، مهمون ما بود در خانه، رحمتی پدرم قطعی همراه شدیم. اتفاقا اون روز عکس‌ها رو میگفتم، یک عکس جالب برآمد، شاید در یگان شبکه بعد مونم. ما درباره بازگشتش هم فکر کردیم و پیشنهاد کردیم که خب برگرد بیا. گفت نه، من برای یک زیارت به وطن آمدم و برمیگردم به امریکا و حتی گفت که من در هم امریکا میخوام خاک شوم، دفن شوم و یک وصیت اونجا کرد که با فرزندانم گفتم که رفتم قبرستانی رو پیدا کردم که اگر بهترش که مرا خاکسترم رو در اقیانوس پرتوید، اما اگر میخواید گور کنید در اینجا مثلا گور کنید. یک جای رو پیدا کردم. بعد گفت حتی گفت که حساب کتاب کردم این گورستان در امریکا قیمت بوده است. من یک شوخی کردم اونجا وقتی گفت که همین ریتوال گور چوب در امریکا خیلی قیمت است، گفت تقریبا 70,000 زیاد می شود. بعد من گفتم که نگران این نباشه، شما همین راضی باشید که مرده‌تون به تاجیکستان بیاید و میخواهید که آتش بزنن مرده‌ت رو. همینجا کم نیستن آدمایی که واقعا خودت رو میخوان آتش بزنن. شما به پول هم آتش میزنن، 7,000 هم خرج کردن لازم نیست برای خدا. خلاصه خیلی شوخی کردیم، خندیدیم، ولی این نیت ها را داشت. اما این تقریبا 4-5 سال پیش از این تغییرات سیاسیش بود که مثلا بعد یک باره با نماینده‌های رحمانوف رفتن پیشش و با او صحبت کردن و اون این موقع گیری سیاسی را کرد.
آمد ضد دین شعر نوشت. لنین رو که از دست لنین و بچه های لنین گریخته بود، فرزندان معنوی لنین او را زندانی کردند، فراری کردند و از دست اونها فرار کرد، گریخت، ولی باز در وصف کپکای لنین شعر میگفت و ضد اسلام، ضد کسانی که مثلا او را نان دادن، مثلا در امریکا زندگی کردن میخواست، دوست میداشت، اما ضد دموکرات ها مثلا شعر میگفت. من حتی یک بار گفتم که اگر بسیار واقعا هم لنین پرست هستی و بلشویکا و لنین را دوست می‌دارید، چرا در یک کشوری که بلشویکا کمونیست‌ها سر قدرتن در اونجا زندگی نمیکنید؟ مثلا در روسیه، در کوبا، در کره شمالی. مثلا این یک نمود، یک سیاست‌های عجیب و غریب هست که من نمیخوام اینجا مثلا متهم به حالا بازار صابر که خداوند ببخشد و بیامرزد و اگر که توبه کرده باشد خدا رحمتش کند، و من چون حق ندارم درباره بعضی ها میگن که اون این خیلی رفت و فلان، نه، اصلا این رو غیر از خداوند دیگه هیچ کس نمیدوند. اما او شاعر است، او میتونه هر چی بگه. اما این رفت داره بیشتر به یک موقع سیاسی، وقتی که انسان مثلا یک کس میاد در غرب زندگی میکند، میخواد در غرب زندگی کند، مثل همون حکومتداران تاجیکستان شب و روز غرب رو تنقید میکنن، امریکا، اروپا، اینا مثلا فلان و بهمدانن، اما میان در غرب تبابت میگیرن، میان فرزندانشون در اینجا میخونند، میان در اینجا خرید و فروش میکنن، راحت میگردن، ولی بازم میان میگن که غرب فلان است، این است. این رو من یک پدیده بسیار دخورگی سیاسی میدونم که متاسفانه در بسیاری از اندیشمندان و شاعران ما هم هست. حالا یک کمی صحبت طولانی شد، ولی دیگر نظرم مهم بود. روحش احمد کریم یک کاربر نوشته است زیل و نیتی به وطن برگشتن رو دارند، اگر داشته باشند پیش از انقلاب مردمی است یا بعد از آن. و دویم سوال، استراتژی مخصوص پیمان در سال 2021 چیست؟ من هر لحظه درباره بازگشت به وطن فکر میکنم و حالا شاید وابسته به سن و سال باشد، نمیدونم، این وقتای اخیر که کمتر شده است، ولی 3-4 سال اول هجرت شب نبود که من تاجیکستان رو خواب نبینم، اصلا هیچ شب. ولی الان دیگر باز این چیز، حالا باز میگم شاید یک کمی آرامش پیدا شد یا چیز کمتر شده. یعنی معنی رو دارد که ما همیشه در فکر بازگشت به وطن هستیم، اما چگونه بازگشت؟ طبیعی است که بازگشت سربلندانه و به خاطر آزاد کردن و پیشرفت ملت و کشور. و اما کی برمیگردیم این دیگر وابسته به شرایط است. این میتواند پیش از اون تغییرات، یا حالا برادر نامش انقلاب مانده است، من اصلا دیگر اهمیت داده باشد کلمه انقلاب رو زیاد استفاده نمیبرم. پیش از اون قیام مردمی، پیش از تغییرات یا بیداری ملت، یا که بیایم به خاطر آنکه ملت بیدار شود، اینا را سیاستمدار باید خودش حس کند، درک کند که کی بیرون برود، کی برگردد. برای همین من نوالنی را حداقل تا اینجا یک سیاستمدار موفق و آگاه میدونم. اگرچه خودش مجبوری بیرون آمد، یعنی با خواهش خودش نبود، میخواستن بکشن برای تبابت آمد، اما برگشتنش با حساب و کتاب دقیق بود به خاطر بیدار کردن مردم روسیه، چون در داخل روسیه این امکانیت و این آمادگی نسبی از طرف مردم هست. الکی طرفدارانش میتینگ میکنن، جمع میشوند، رسانه‌های نیم مستقل مثل داجد و دیگرها وجود دارد و پوتین هم همه رو زندانی نمیکند. اما در تاجیکستان الان مثلا یک نفر برگردد و فعالیت سیاسی مثل نوالنی کند، او 100% شک نکنید که جاش در پهلوی زید سعیدوف و محمد روزی و بزرگمهر و محمد علی و سید عمر و دیگران است. بنابر همین سیاستمدار باید خودش درک کند، مثل یک شکارچی است. من در اون صحبت قبلی هم گفتم که مثل یک شکارچی که کی باید حرکت کند، کی باید آرام بایستد تا اینکه به اون هدفش برسد. همون روزه که ما این فعالیت رو که دیده ایستادید آغاز کردیم و الحمدلله که خیلی خوب رفته ایستاده است. برادران فعال شده ایستادن، مهاجرین بیدار شده ایستادن، در داخل کشور مردم بیدار شده ایستاده است و این مسیر رو ما این راه رو یک کمی دیگر برویم، اون وقت معلوم می شود که قدم های بعدی چی خواهد بود.
حالا گفتم که این سوال دیگه شما که استراتژی نهضت در سال آینده چی است؟ استراتژی نهضت بله پیمان رو سوال کرده است. حالا من میخواستم اول نهضت و بعد پیمان. اگر پیمان پرسیده باشد بله، استراتژی پیمان ملی تاجیکستان این است که این روشی که الان شروع کردیم این رو ادامه دادم. یعنی ما وضعیت یک سال آخرمون از 2 سال پیش فرق میکرد. انشالله باور دارم که سال 2021 از 2020 بهتر خواهد بود و مهم که این دینامیکا یا این تمپ کم نشود، پایین نرود و شاید هم اگر در بعضی حالات ها حالا هیچ کس نمیداند که چی میشود، بعضا میشود که در یک مدت باز یک کمتر سرعت ضعیف میشود، اما مهم که ما این راه خود را ادامه داده توانیم و استراتژی ما در حال حاضر، منظورم اون برای سال 2021 پرسید، معمولا برای سال 2021 برای یک سال یک تصمیم یا نقشه استراتژی نمیکشن، این بیشتر به تاکتیک ربط دارد. اما وقتی که درباره استراتژی گپ میزنیم ما میتونیم بگیم که پیمان ملی تاجیکستان استراتژی عمومیش این است که مردم را با مردم تماس بیشتر بگیرد، مردم را در فضای سیاسی وارد کند، برگرداند، چون مردم تاجیکستان یکی از مردمی در جهان از همه اینا میگن اپالیتیچنی، یعنی البته همون کینای شوری که اگر کافکاس که پلین سر تماشا کرده باشد اون قهرمانش یک گپ خوب دارد که میگه اپالیتیچن رسوجدایش، یعنی معنی را دارد که درک سیاسی نداریم. مردم تاجیکستان طبق گزارشی که دانشگاه اگزیتر بریتانیا کبیر کارشناسانش نشر کردن، یکی از مردمی در سطح جهان سیاست گریزترین هست. چرا؟ مردم از سیاست بیزار شدن، مردم از سیاست خسته شدن و فکر کردن که سیاست یک چیزی افلاسی خطرناک است. اگر به سیاست مشغول شدی یا زندانی میشوی یا مالکیت رو از دست میدهی یا یک مشکلی دیگر حکومت به سرت میاره و این باعث آن گشت که سیاست کشور در دست از یک طرف در دست یک عده دزد غارتگر مثل رحمانوف و اطرافیانش شد، از طرف دیگر یک مقدار اینا رو میگن پلیتیکان، یک سیاستمدار نیست، سیاستمآبان و دست اینها افتید و تاجیکستان به همین روز رسید و ما استراتژی ما این است که مردم رو بار دیگر به سیاست برگردانیم، مردم از سیاست نترسد، نگریزد، سیاست رو یک چیز افلاس و اشتباهی نداند، بلکه بداند که سیاست این یک واقعیت است که در تمام دنیا باید که مردم وارد سیاست باشند. مردم امریکا چند ده ساله سیاست گریز شد، نتیجهش ترامپ اومد، خود را از انتخابات و از حزب‌ها دور گرفتن، نتیجهش ترامپ شد و بار اول در تاریخ انتخابات امریکا میزان یا شماره اشتراک کنندگان در انتخاباتی که بایدن و ترامپ بود به این حد بالا رفت، حتی در شب روز کرونا ویروس، برای آنکه مردم امریکا اشتباهش را فهمید که از سیاست دور رفتن معنی آن را دارد که تو سیاست را به دست یک نفری مثل ترامپ میدهی یا یک نفری مثل رحمانوف میدهی. برای همین استراتژی ما در عموم این است که باید مردم از سیاست آگاهی داشته باشد. وقتی که از سیاست آگاهی داشته باشد خودش دیگر درک میکند که رحمانوف کی است، کبیری کی است، سیوم و چهارم کی است و حتی درک میکند که کبیری در گیجا اشتباه کرده است، کورکورانه از من پیگیری نمیکند، طرفداری نمیکند، کورکورانه از رحمانوف طرفداری نمیکند. ما نیاز به این گونه مردم داریم، نیاز به این گونه انتخاب کننده داریم که نه از من، نه از رحمانوف، نه از کسی دیگر کورکورانه را پیروی نکند، آواز داد، آوازش را صاحب شود. استراتژی پیمان ملی در آینده مثلا یک دو سال باید این باشد و شاید که در دوام همین یک دو سال هم ما بتوانیم که اون وظیفه اساسی ما را هم انجام بدیم که این دیگر آزاد کردن کشور و ملت از دست این رهزن ها است. ساوی عطاوالله یک از کاربرای فیسبوک گفته است چرا هنگامی در گرمانیا بودن نوالنی با او دیدار نکرد؟ من حالا چرا باید نوالنی صحبت کنم؟ شاید که نوالنی این را نمیخواست، بیمار بود و اصلا هیچ ضرورتی با نوالنی صحبت و ملاقات کردن هم نیست. مثلا بعضی ها اینجا دوستان پیشنهاد کردن که آیا شما میخواید مثلا ملاقات شما رو با تیخانوف که هم برگزار کنیم؟ من گفتم چی ضرورت دارد؟ حالا این فقط یک ملاقات شود برای ملاقات تشریفاتی، برای حالا ممکن تبلیغات مثلا بعضی ها بگن ضرورت دارد، اما
از لحاظ عملی من فکر نمیکنم که این حالا به نفع اپوزیسیون تاجیک یا به نفع تیخانوفسکی باشد یا به نفع نوالنی باشد و اصلا فرصت هم نبود، چون نوالنی در طبابت بود، در ریانیماسیا بود و هیچ کس هم بغیر از چند گروه محدود که خدمات ویژه آلمان میدونست که در کجاست نوالنی و امنیت شدید داشت و فکر نکنم که به نوالنی یا به من اجازه میدادن مقامات آلمان که با او ملاقات کنیم و یک بار اعلام کرد 2-3 روز پیش از رفتنش که 17 ژانویه به روسیه برمیگردد. دیگر ما هم هیچ فرصت و ضرورت ملاقات با اون نبود و مثلا با تیخانوفسکی یا یک اپوزیسیون دیگری سابق شوروی ملاقات کردن. من فکر میکنم که این به گفت خود روسا رزدرجت کردن یک گروه های هست در کسانی هست که اصلا ما هیچ ضرورت نداریم. هدف ما تنها و تنها از طریق قدرت دور کردن این گروه دزد و راهزن در تاجیکستان است. ما چرا حالا بیایم خود ما رو اپوزیسیون همه دنیا اعلام کنیم، بیایم با روسیه درگیر شویم، با بلاروس یا با مثلا کشورهای دیگر. حتی بعضی ها میگن که چرا شما مثلا اردوغان رو تنقید نمیکنید، چرا ایران رو تنقید نمیکنید، چرا پوتین رو تنقید میکنید. ما که ما اپوزیسیون همه دنیا همه دیکتاتورها که نیستیم. بله اصولا من آشکار گفتم و باز تکرار میکنم که شخصا خودم، حالا این موقع پیمان موقع نهضت نیست، موقع شخصی من کاملا مخالف همه گونه دیکتاتورها در دنیا هستم. چین پوتین هست، چین کسی دیگر هست، این در ایران است، در ترکیه است، در بلاروس است، اصلا اهمیت نداره. در تاجیکستان من بارها موقع خودم رو ضد ترامپ اعلام کردم. معنی ندارد که من ضد خودم رو میخوام ضد آمریکا بگم. نه، برعکس آمریکا را کشور دموکراتی میدونم، اگرچه در سیاست‌های خارجیش خیلی ناراضی ام. بخصوص در سیاست داخلیش یک دموکراتی دارد، در خارج متاسفانه اشتباهات زیادی آمریکا هم دارد. اما شرط نیست که من وقتی که از سیاست‌های ترامپ یا پوتین ناراحت هستم بیام خودم رو مثلا هر شب و روز در ضد مثلا اینا اعلام کنم، بیانیه بدم، مثلا ضد ایران، ضد ترکیه، ضد اینا. چی ضرورت دارد وقتی یا حتی ضد چین؟ شما میدونید که من در موقع گیری هم میگم که در این سیاست ها من راضی نیستم، اما نمیام یک بیانیه شدید الله ضد چین بدیم که زمین های ما را گرفت. گفته این زمین ها را رحمان افتاد به چین و به هر کسی هم که میداد میگرفت دیگر. بنابر همین ما مخالف رحمانوف هستیم و باید که وقتی که با دیگران ملاقات میکنیم، موقع گیری میکنیم، باید طرز موقع گیری کنیم که به این سیاست ما در تاجیکستان کمک کند، نه اینکه بیاد مانع شود. اگر من موقع شخصی خودم رو میگفتم و این ضرر به مبارزه با تاجیکان نمیرسان، من شاید حالا خیلی از کشورها و خیلی از سیاستمداران موقع گیری میکردم در همین منطقه اطراف شوروی و یا همسایگان ما. اما چون من مسئولیت دارم که این مبارزه ما به پیروزی برسد و من تنها نیستم در پیمان ملی یا در نهضت، من حق ندارم موقع شخصی خودم رو بیام اعلام کنم و اون رو کار کنم که همه اپوزیسیون و مهاجرین ما در روسیه از این کار ضرر ببینن. ابو محمد خراسانی است که سوال با استاد کبیری، اگر در تاجیکستان تغییرات آمد با چاپلوسان چه خیلی معامله خواهد شد و یگان مکتب تعلیمی برایشون میکشه؟ اصلا چاپلوسی در این طبیعت است. همون چاپلوسانی که امروز از رحمانوف چاپلوسی میکنن، اگر همین برادر که سوال داده از خراسانی گفته همین پرزیدنت شود، همون چاپلوسان شاید همش نه، یک قسم زیادش باز از این نفر تعریف و تمجید میکنن، با نفرهای الهاگی اضافه میشود. بنابر همین من دیروز در یک جلسه با فکر داخلی حزبی هم بود که بعضی گفتم که من به همون مقداری که آدمانی که همیشه تنقید میکنن و همون مقدار از اونا پرهیز میکنن، برابر آن که از آدمانی که فقط تعریف میکنن و یک مقدار تملق هم در کارشون هست. ما اولین کار میکنیم این که رسانه های دولتی رو اصلا حکومت باید رسانه نداشته باشد. در تاجیکستان آینده مثل گرجستان حکومت تلویزیون دولتی یا تلویزیون حکومتی انیخترش بگیم، میتواند اون دولت اساسگذار یک تلویزیون باشد، مبلغ گذاری کند، اما در اختیار حکومت نباشد. اون باید در اختیار یک گروه از جامعه شهروندی کارشناسان اینها باشد. وزارت ها باید که رسانه نداشته باشند و حزب های سیاسی هم باید که رسانه نداشته باشند.
حزب سیاسی، حکومت، وزارت میتواند یک پرس ریلیز نشر کند، موقعش رو بگوید. اما در شرایط امروزه چرا اپوزیسیا باز رسانه دارد؟ برای آنکه بدون اون مبارزه برده نمیشد. حکومت 7-8 تا تلویزیون دارد، هر شب و روز تبلیغ کرده ایستاده است ضد ما و طرف خودش، ده ها صدها گازیت دارد، یک ارتش کلانی روزنامه‌نگاران دارد و باز بعضی روزنامه‌های بنا مستقل را هم در اطراف خودش گرفته است. بعد ما در این شب و روز مجبور هستیم که بیایم بعضی رسانه‌های حزبی یا نزدیک به حزبی را تأسیس دهیم. اما پیمان ملی وقتی که آمد رسانه‌های حکومتی و حزبی را از بین میبرد. رسانه‌ها باید مستقل باشند یا از افراد مستقل خصوصی یا جمعیتی باشند. دوم، برای چاپلوسی، برای خوشامد، برای مثلا تملق منصبداران باید که من نمیدونم اگر حقوق شناسان بگن که آیا میتوان یک معیار حقوقی جاری کرد یا نه، یا حداقل یک معیار ارزشی و اخلاقی جاری کرد. حداقل ما بیایم حدیث پیامبر اکرم صلوات الله علیه را به مردم تعلیم بدیم که اون بزرگوار گفتن که شما بروی با چشم یا بروی اون خوشامدگو خاک بپاشه. به معنای نبود که یک مشت خاک را بگیره و به دهان اون بپاشه، به دهانش بپاشه. معنی او را دارد که خودت او را بگو برادر، یا با رفتارت نشان ده که این خوشامد و تملق تو به من در کار نیست، من ناراحت شدم از این. بنابر همین من فکر میکنم که حکومت بعدی باید نه تنها در این مسئله چاپلوسان و خوشامدگویان، در بسیار کارهای دیگر یک نمونه باشد، نمونه یک حکومت مردمی خیلی هم خاکساری ساده را هم نشان بدهد و اثبات کند که حکومت در خدمت مردم است، پرزیدنت در خدمت مردم است. 5 سال 4 سال حد اکثر 10 سال خدمت کرد، برود نفقه، یک مردم دیگر بیاد، یک کسی دیگر باز خدمت کند. با اون چاپلوسی نه، چاپلوسی اگر حکومت رفتار درست کرد، سیاستمداران رفتار درست کردن، نیاز به چاپلوس نمیمونه دیگر. چاپلوسا خودشون از بین میروند. یک آدمی پرزیدنت رحمانوف تعریف را دوست می‌دارد که چاپلوس پیدا می‌شود. رحمانوف یک طرف میاد بعضی دروغ میگه که عکس‌های ما رو در همه جا پهن نکنید، با من عکس نگیرید. ولی این رو از طرف دیگر بعد در شب و روز در تلویزیون خودش رو تعریف میکنن، با خودش عنوان پیشروی ملت میدهد، اساسگذار اینا میدهد. یعنی معلوم شد که دروغ است. اگر رحمانوف واقعا هم میخواست که او را تعریف نکنن، مثل مرکل رفتار میکرد، مثل حالا زلنسکی رفتار میکرد. شما ببینید مرکل مگر کارهای بد کرده برای آلمان که الان هم رفته ایستاده از قدرت، اما مرکل رو هیچ کس خوش آمد نمیگه، مرکل رو تعریف نمیکنه، چاپلوسی نمیکنه، برای آنکه با رفتارش نشان میدهد که نیاز به یگان تعریف و تشویق و چاپلوسی ندارد. بنابر همین اگر ما در حکومت آینده طرز رفتار کنیم که به چاپلوس نیاز نماند، اونا خودشون نابود میشن میرن. یک مثلا شما اگر یک خبرکش پیش شما یک خبر رو بکشد بیاره، شما رو بگه که برادر دیگر پیش من خبرکشی نکن، خبرکشا خودشون کم شدن میگیرن، حداقل در اطراف تو خبرکش نمیمونن. اما وقتی که مردم احساس کنن که نه تو مثلا خبرکشا را دوست می‌داری، اونها را تعریف میکنی، بلکه اونها باز یک انعام میدهی، شماره خبرکش زیاد میشه. وقتی که چاپلوسان درک کنن که برای چاپلوسی با کوارتیر میگیری، جای کار میگیری، معاش میگیری، حداقل از زندان آزاد میشوی، شماره چاپلوسان زیاد میشه. من برای هم گفتم که بازار صابر وقتی این کار رو شروع کرد، صاحب منبر شد و تلویزیون شد و رحمانوف رو در قصر ملت پذیرفت و صاحب خانه کرد و به یک آبروی دنیایی را برای او هدیه کرد، صف چاپلوسان در تاجیکستان خیلی زیاد شد. اگرچه خود بازار صابر نیاز به هیچ گونه چاپلوسی نداشت و شاید چاپلوسی هم نکرده بود، شاید اون میگه موقع شخصی من است، اما راه را این سیاست رحمانوف برای چاپلوسان باز کرد که دیگر حالا میبینید کارشناس، سیاستمدار، روزنامه‌نگار، نوازنده، سراینده، حتی ملاها که اون وصفی را که از رحمانوف میکنن از خدا و از پیامبر نمیکنن. باور کنید با اون صمیمیتی که حالا صمیمیت دروغین است، با اون حدت و با اون محبت ظاهری که از رحمانوف گپ میزنن، وقتی میاد خطبه نماز جمعه را میخواند، اون مدح خداوند و مدح پیامبر رو همین خیل توتیوار
اذیت کرده است از زبانش جاری می شود، اما وقتی که درباره رساندن پیام پرزیدنت میگوید اون عنوانهای پرزیدنت را بسیار بدون غلط تکرار میکند. روزنامه‌نگارش هم، ملا هم، سیاستمدارش هم، همش هم. اما وقتی که میاد با صفاتهای پیامبر و با صفاتهای خداوند میگذارد، اون یک سرسری همون کرکرانه اذیت کردگیش رو میگرد و میرود. این دیگه علاقه فرهنگ شده است. ما باید کاری کنیم که دیگر نیاز به یگان چاپلوسی و خوشامد و تعریف در وصف رهبر دولت و حکومتداران نباشد. محمود جان، حالا نمیدونم اگر سوال ها باشد 5 دقیقه تنفس اعلام کنیم که هم وقتی نماز شده است که مردم نماز رو بخونن، بریم نماز رو بخونیم و برگردیم. 5 تا 10 دقیقه اگر اجازت باشد. یا چی؟ من فکر میکنم استاد یک دو سوال دیگر را بگوییم و بعد یک باره استراحت یک چی بکنیم و باقی مانده سوال های باقی مانده رو یک دو روز بعد باز مردم خبر میکنیم، بینندگان خبر میکنیم یک دو روز بعد. پس یک دو سوال کوتاه که دیر نشد بعد ان شاء الله دوام میدیم. بسیار. امین جان ولیوش یک کاربر در فیسبوک نوشته است که اونهایی که در امنیت مردم اذیت میتونن در پرکاتورا، همین کارمندان وزارت کارهای داخلی اینها و در عموم مقامات که اذیت اینا میکنن و پول میگیرن، خانه های مردم و مال و ملک مردم گرفتن، در حالت تغییر حکومت، تغییر وضعیت، شما با این کارها چه خیلی میکنید؟ آیا اونها را به محکمه میکشید؟ پول مردمی که غصب شدن برمیگردونید؟ چه خیلی میشود؟ ببینید بسیار سوال دشوار است و سوال پیچیده هم هست. وقتی که ما بگیم حکومت آینده باید که عدالت رو برقرار کند، عدالت فقط یک بحث آینده نیست، بحث امروزه هم هست، بحث گذشته هم هست. مثلا نباید یک جنایتکار وقتی که امروز جنایت کرده ایستاده است، رحمانوف جنایت کرده ایستاده است، وزیرانش، البته نه همه وزیرانش، من باور دارم و معلومات هم دارم که بعضی وزیرانی که وزیرای اساسی نه، اون وزیر فرهنگ است یا اون حداقل از کیسه مردم نمیتونه، ولی جانشین وزیر، نچالنیک اپراولینیا، سردار میلیتسیا، امنیت، اینها، رئیس جماعت، وقتی که امروز جنایت کرده ایستادن، امروز دزدیده ایستادن، امروز مردم را زندانی کرده ایستادن، امروز مردم را تحقیر کرده ایستادن، این جنایت کرده ایستادن. اگر ما بیایم بگیم که نه، ما وقتی که فقط برای آنکه حکومتدارای حاضره رو نترسونیم و بعد بگیم که اینها هم در پهلوی ما قرار بگیرن، بگیم که نه، ما هیچ کس رو غیر از خود رحمانوف به دادگاه ملی کشیدنی نیستیم، این معنی آن را دارد که ما عدالت رو برقرار کردنی نیستیم. این معنی آن را دارد که ما هم یک فرصت طلب هستیم که میخواهیم فقط به جای رحمان یک کسی دیگر بیاد. اما اگر ما میخواهیم که عدالت برقرار شود و باز ما هم ظلم نکنیم، این نکته خیلی مهم است. اگر ما خدای نکرده به خاطر یا با هدف برقرار کردن عدالت باز بیایم بالای دیگران ظلم کنیم، پس از این رحمانوف و کماند رحمانوف هیچ فرق نداریم. پس ما را لازم است که در مرحله تطبیق عدالت خودمان دست به ظلم نزنیم. این چی معنی دارد؟ معنی آن را دارد که الان بارها تکرار کرده ایستادیم که تا امروز بسیاری از حکومتداران میگویند هنوزم که میبخشید ما مجبوریم، ما دیگر هیچ علاج نداریم. وقتی که منم در داخل تاجیکستان بودم میگفتم به بعضی مقامات منصبدار، حتی وزیر به من میگفت که میبخشید من شما را میفهمم، صحبت شما را درک کرده ایستادم، اما من یک اجراچی ام، مرا دیگه سفارش دادن، من چیکار کنم دیگه؟ من میگفتم خب 50%ش دروغ میگه، ولی 50%ش خب بالاخره شاید راست هم باشد. اما امروز گفته ایستادم که دوستی عزیز، برادر، هموطن، جنایتتون از حد گذشت، حداقل از این به بعد جنایت نکنید. این دیگر بخشیده نمیشود. بعض این آدم میاد باز همون یتیموف است، همون رمضان رحیم زاده است، همون یوسف رحمان است، از این باز بدتر میشود. بعد چیکار کنیم ما بیایم در آینده بگیم که خب این مجبور بود و ما اینا مردم جزا نتیاد در دادگاه کشیده نشود؟ نه برادر، این خیلی نمیشود. یعنی وقتی که یک آدم جنایتی آشکار میکنن او باید حتما جزا داده شود. برای مثال یک تاجر را بازارش رو کشیده گرفتن، مالش رو کشیده گرفتن، بیزنسش رو کشیده گرفتن، او رو ما چیکار کنیم؟ حالا یک کسی دیگه آمد صاحب شد خانه یک کس رو گرفت، ما فقط به خاطر اینکه این بعدی ضرر نبیند
ما حق رو برقرار نکنیم؟ نه، باید که حتما باید برقرار شود. برای همین در دادگاه بین المللی هم جنایت هایی که ضد بشریت هست سراغ داونستی ندارد، مهلت گزارش ندارد. بعضی جنایت ها هست که اون مهلت گزارش دارد، 3 سال 5 سال که گذشت تمام دیگر. اما بعضی جنایت ها دیگر مهلت گزارش ندارد. بنابراین همین در این مسئله باید که حکومت بعدی خیلی با انصافانه رفتار کند، مشرکانه رفتار کند و کسانی که واقعا هم باعث آن شدن که مردم در زندان ها اذیت شدن، زندانی شدن، مردن در زندان ها، کووید شدن، اونها رو تبابت نکردن، اجازت ندادن. در تمام دنیا، حتی در ایران که حالا ایران کشور دموکراتی نیست، اما زندانی ها رو اجازه دادن که روان در خانه هاشون تبابت بگیرن. در تاجیکستان مردم مرد ولی تبابت نگرفت، دارو نگرفتن. خب اینا رو چیکار میکنید؟ اینا رو مگر نباید جزا داد؟ من چیکار میکنم که اگر جزا ندهیم این عادلانه نمیشود، عدالت انتقام را چیکار میکنید که مثلا در اینجا در این مسائلی که اونایی که ظلم کردن مسئله انتقام هم میآید؟ این با این به هیچ وجه اگرچه انتقام در شریعت هست، اما ما که از روی قانون‌های فعلا در اینجا هیچ کس دعوا نکرده که ما میریم شریعت رو تطبیق میکنیم. الان تاجیکستان از روی قانون‌های دنیوی پیشرفته ایستاده است و حکومت بعدی هم وظیفه‌دار هست که قانون‌های دنیوی را تطبیق کند، از روی آن عمل کند. در قانون‌های دنیوی کنستیتوسیون، کودکس جنایی هیچ واژه با نام انتقام وجود ندارد و نباید یک مبارز امروزه حتی اگر دیندار هم باشد، من خواهش میکنم مسئله رو آمیخته نکنید. باز یک ایده نیام میگن که پس نهضت اسلامی تاجیکستان و محیدین کبیری که رهبر نهضت است مگر ضد شریعت است که انتقام جزئی از مثلا ارزش است، در قرآن آمده است، در حدیث آمده است، در معیارهای فقهی هست. نه، این بحثا رو با هم آمیخته نکنید دوستان عزیز برادران. اون جای خودش است. الان ما در تاجیکستان که در چارچوب معیارهای دنیوی عضو سازمان ملل هست، در عضو آبیسی هست، در این چارچوب گپ زده ایستادیم. اینجا هیچ حرف از انتقام نمیرود، اینجا حرف از برقراری عدالت میرود و اینو خیلی باید شفاف گفت. یگان جای ترس و نگرانی از یگان برادر، از یگان خواهر نیست که بعد بیان مثلا بعضی از دوستان میان ناراحت میشن میگن چرا این حرف رو گفتی. مثلا بعضی از برادرایی که دین محور هستن حالا ناراحت میشن، سلفی‌ها واکنش میکنن، مثلا گروه‌های دیگر میگن که پس فرق بین شما و رحمانوف چی است که رحمانوف هم میگه همین قانون‌های دنیوی، شما هم میگید همین قانون‌های دنیوی. نه دوستان عزیز، ما میگیم اون قانون‌های دنیوی که در منفیت انسان هست عدالت رو برقرار میکند. نه همه قانون‌های دنیوی مردود هستند یا اینکه یکی باید رد شوند. و این مسئله این است، فرق ما در این است که ما میایم قانون‌های را تطبیق میکنیم که در آن هم دیندارها و هم بیدینها در یک فضای عادل باید زندگی کنند پهلوی یکدیگر. پس در این حالت ما باید که عدالت رو تامین کنیم، در فکر انتقام اینا نباشه. بله من میفهمم بعضی اون نفری رو که مادرش رو اذیت کردن، پدرش رو اذیت کردن، خب مگر پدری ما رو کم اذیت کردن؟ مگر برادران و خویش و تبار و نبیره 4 ساله ما رو کم اذیت کردن؟ حالا من اگر در فکر انتقام شوم باید بیام تمام اون رئیس محله اون دهه زرگر، رئیس جماعت، رئیس ناحیه، پلیسیا، من نام هر کدام اون میلیسیونر و امنیتی رو که خانه برادری من میرفت، خانه پدری من میرفت، همش رو میدونم. بعد وزیر، حالا همه رو باید که انتقام بگیریم؟ نه، ما از کسی انتقام نمیگیریم، ما عدالت رو برقرار میکنیم. اگر واقعا هم اون انسان احساس شود در اون دادگاه ملی که این عمدن آمد این کارو کرد و هیچ امکانی کمک کردن به این طفل نداشت، به این پیرزن نداشت، به این زندانی نداشت، اصلا امکان نداشت، خب دیگر اون عفو کرده نمیشد. اما یک نفر رو واقعا میبینی که مجبور بود، اما در وقت مجبوریت باز آمد به یک زندانی کمک کرد. ما ده ها حالت داریم که امروز هم اینا همش ثبت شده است که مثلا یک نفر میآید مجبور است که مثلا خانه یک اپوزیسیونر بیاد، باز در پهلوی آن یک طرز صحبت میکند و یک کمک میکند که این نفر زندانی نشود. این فرق میکنه دیگر از اون حالت. بنابراین همین از حالا وقتی که ما پیام میفرستیم که برادران و هموطنانی که در مقامات هستید، خواهران عزیز، شما فقط برای آن که کارمند حکومت هستید جنایتکار نیستید. این حکومت، هر حکومتی هم بیاد شما در اونجا کار میکنید، اما شما دیگر از این بعد
فرمان و دستورهای جنایتکارانه این حاکمان دزد را اجرا نکنید. ضد هموطنانتان، ضد مردم مخالف، ضد مردم مبارز، خش و تباریان ها. و روزی که اون ساعت فرا رسید و مردم خودش ضد این دزدها قیام کرد، شما دیگر باید در پهلوی مردم قرار بگیرید. اون وقت دیگر مردم که دیگر خودش درک میکند، میداند و در وقت تصمیم نهایی گرفتن حتما عادلانه رفتار کرد. اما شما در اون روز هم باید بیایید مثلا مثل پلیس بلاروس رفتار کنید، مثل دیگران که بزنید و بشکنید و مثلا زندانی کنید. بالاخره دیر یا زود ملت ها پیروز میشوند. یعنی این رو فراموش نکنید. یعنی شما یک روز میزنید زندانی میکنید، 2 روز 3 روز عذاب میتید، بالاخره ملت ها پیروز میشن. نشد از در تاریخ بشریت که یک حاکم ظالم تا آخر اون حاکم باقی مونده باشد. شما شکست میخورید، بعد از اون روز بترسید که دیگر مردم را پیش راهش نه کبیره گرفته میتواند، نه پیمان ملی، نه یگان کسی دیگر. مردم اون وقت واقعا هم مثل همون قذافی از گریبانتان میگیرد، بعد به همون حالت خواهید رسید. یا مثل دیگر دیکتاتورها، مثل چاوشسکو که در همین رومینی اروپا 99% در انتخابات همگی 1 سال پیش نیکولای چاوشسکو در رومینیا آواز گرفت. 1 سال هم نگذشت، بعد همون انتخاباتی که 99% مثل رحمانوف آواز میگیرد، 1 سال بعد تغییرات شد، مردم کوچه آمدن تیربارانش کردن. البته ما نمیخوایم که در تاجیکستان خدای نکرده 1 نفر غیر عادلانه ضرر بیند. اما شما خودتون وقتی که میاد به دست خودتون مردم رو عصبانی میکنید، مردم رو به درجه میرسوند که دیگه اون حرف هیچ کس رو گوش نمیکنه. بنابراین همین پیام ما در آخر این است که هموطنان گرامی که در حکومت کار میکنید، از اون روز بترسید. اگر از خدا نمیترسید، دیندار نیستید، از روز قیامت نمیترسید، حداقل از غضب مردم بترسید که دیگر هیچ کس پیش روی آن رو گرفته نمیتونه. سلامت بینندگان گرامی، این بود صحبت قسمت اولی صحبت ما با استاد محیدین کبیری، رهبر پیمان ملی تاجیکستان و همچنین رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. تشکر از شما میکنم استاد برای این که وقت دادین و صحبت ها را کردیم و همچنین از تمام بینندگان تشکر میکنم که وقت طلایی خود را گذاشتند و با ما بودند و انشاءالله 1-2 روز بعد باز با شما را خبر خواهیم کرد که قسمت دومی صحبت آنلاینی بگذارد. سلامت باشید محمد جان و من تشکر میگم از هموطنان که صبر کردن. چرا یک صحبتی رو در کانال من برگزار نکنیم، فقط در کانال شما در در کانال شما صحبت رو با مردم در کانال یوتیوبی ما هم برگزار کنیم تا اینکه مردم هم آگاه شوند. چون حالا من بیشتر نظرهای شخصی هم رو گفته ایستادم، اگرچه سوال‌ها با پیمانم ربط داشت ولی بیشتر از نظر شخصی بود. ان شاءالله حالا فرق نمیکنه چه در کانال خودم، چه در اینجا، چه در جای دیگر، حتما صحبت خواهیم کرد. خداوند نگهبانتون باشه. خدا نگهبان. در کنار. خدا نگهبان.